یه جنگل در ایران وجود داره که از خود آمازون هم قدیمی تره. بهش میگن جنگل های هیرکانی. این جنگل از 40 میلیون سال پیش تا الان زنده مونده و از آستارا در گیلان تا شرق گلستان کشیده شده و بیش از 850 کیلومتر طول داره و بیشتر از 3200 گونه گیاهی و نزدیک به 100 گونه پستاندار اینجا زندگی میکنن، با درختایی که سنشون به هزاران سال میرسه، از درخت افسانه انجیلی تا پلنگ ایرانی. اینجا پرآبترین نقطه ایرانه و 10 رودخونه از دلش بیرون میریزه. بارون، مه، رطوبت، همه چی هست، فقط متاسفانه حفاظت نیست. هر سال یه تیکه از این گنج بزرگ و با آتیش، ویلا یا جاده از بین میبریم. هیرکان مثل تنفس طبیعت ایرانه که کم کم داره خفه میشه. طی 40 سال گذشته مساحت جنگل‌های هیرکانی تقریبا نصف شده و با همین روند اگه جلو بریم در 40 سال آینده هیچ جنگلی در شمال ایران نخواهد بود. با حمایت و اشتراک گذاری این ویدیو به ما کمک کن تا صدای جنگل هیرکانی رو به گوش همه برسونیم.